13 فوریه سال 2023 کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن یک مراسم تنطنوی بهترین های سال 2022 را در سوی ورزش اعلام کرد. جایزه داران چمپیونات های جهان و آسیا را با جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قدردانی کردند. در مراسم معاون سروزیر تاجیکستان مطلوب خان ستاریان، رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش، نایب پرزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان رحمانزاده عبدالله شرکت کردند. در اساس امر پرزیدنت که 11 فوریه سال 2023 به امضا رسید، 35 ورزشگر بهترین مملکت و مربیان آنها را با جایزه های پرزیدنتی سرفراز گردانیده شدند. مبلغ عمومی جایزه ها در سال روان که از حساب فوند مخصوص پرزیدنت جدا گردیده است 568750 سومونی را تشکیل می‌دهد. حجم یک جایزه برای هر یک ورزشگر و مربیان آنها از 6250 تا 50000 سومونی است. همین طریق تیمور رحیموف، شادمان رضایف، اسلمجان عزیزوف برای به دست آوردن مدال نقره چمپیونات آسیا، امامعلی نورعلی برای به دست آوردن مدال طلای چمپیونات جهان میان جوانان با 50000 سومونی، مهرو علیموف، سامان محمد بیکوف، بهادر عثمانوف، محمد ابروردینوف، مصطفی احمدوف برای به دست آوردن مدال برنجی چمپیونات آسیا با 25000 سومونی، دولت بولتایف برای به دست آوردن مدال طلای چمپیونات آسیا میانه جوانان تا 22 ساله با 18750 سومونی، سمیه قاسموف، ابوبکرعلی عبدالرحمنزاده، عبدالملک بولتایف، نیکروز سلیموف، شعباز حییتوف، محمد ابروردینوف برای به دست آوردن مدال نقره چمپیونات آسیا بین جوانان تا 22 ساله، سنت عبداللهیف، محمد امین عبداللهیف، عیسی نور محمدوف، انوشیروان فوزلوف، علیرضا بهراموف برای به دست آوردن مدال نقره چمپیونات آسیا بین نورسان با 12500 سومونی، حسنیه خالوف، ملکه نظاموف، خسرفخان رحیموف، رسول احدوف، یوسف فوزلوف، نورلنبک ارماتوف، اکملجان عبداللهیف، فیروز میرزا رجبوف، نورالله مرادوف برای به دست آوردن مدال برنجی چمپیونات آسیا بین جوانان، هنگامه ایسایوف، رسلان غفوروف، رستمجان اشوروف، حسین اسانوف، محمد عبدالحکیمزاده برای به دست آوردن مدال برنجی چمپیونات آسیا بین نورسان با 6250 سومونی قدردانی شدند. طبق نظامنامه جایزه پرزیدنت 20% مبلغ پیش بینی شده برای مربیان ورزشگران داده می شود. کمیته کار با جوانان و ورزش بهترین های سوی ورزش را در سال 2022 معین و با جایزه ها قدردانی نمود.